آقا اینو یه لحظه نگاش کنین، اینو یه لحظه نگاش بکنین تو من بیام یه چی بهتون بگم. ببین این مثلا مهمه که طرف پول خرج کنه ها تو رابطه، درآمدش مثلا مهم نیست، مثلا این مهمه که بتونه پول خرج بکنه دیگه. ماهی یه مسافرت و یه گوشی و اینا که دیگه خیلی طبیعیه. این شانسش از همه شما بهتر و بیشتر. یعنی همچی دوست پسر اصلا گیرش واسه همچی شوهری میکنه. این مسخرهش همه میکنه، یه دون ماه یه دون آیفون میخوام، یه دون مسافرت میخوام، این گیرش میاد. یعنی شما اصلا قانون ایران نمیدون چیه، هرچی نکبت‌تر باشی، هرچی کفرات‌تر باشی شانست بهتره. شوهر پولدار میکنی، شوهر ماهی یه دون مسافر. حالا هرچی خوشگل‌تر باشی، هرچی با کلاستر باشی، شیکتر باشی، جذاب، خدا بیشتر میزنتت. نمیدونم چرا. نه الان هستا تو خیلی خوشگلی، خیلی خانومی، خیلی اوکی هستی، یه دوست پسر خدا زده گیرت میاد، با پول تو جیبش بدی، پول بنزینش بدی، دنگت ای ببرتتم بیرون، دنگت هم ازت میسونه. به جون خودم میگم، به مرگ خودم. نمیدونم چرا اینجوریه.